سلام و درود خدمت مردم شریف و آزادیخواه ایران. من رامتین فاتحی فرزند رامین فاتحی هستم که در تظاهرات اخیر توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری ننگین اسلامی در اداره اطلاعات سنندج و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها به شهادت رساندند. پدر بیگناه من در حالی که در حال جابجایی بار مشتری با وانت از سنندج به سقز بودند توسط نیروهای سرکوبگر و اطلاعاتی بازداشت می شوند و به مکانی نامشخص منتقل می کنند. در همان روز عمویم را که در منزل پدریشان بودند را بازداشت کرده و به مکانی نامشخص منتقل می کنند و یک روز بعد از این ماجرا عمه‌ام را که با دخترشان در منزل شخصی خود زندگی می کنند را بازداشت کرده و به مکانی نامشخص منتقل می کنند. 8 روز بعد از این ماجرا در حالی که هیچ خبری از آنان نداشتیم و بستگان ما را تهدید کردند و حتی اجازه گرفتن وکیل به بستگان ما ندادند، شبانه با یکی از بستگان ما تماس میگیرند و میگویند که برای شناسایی چهره پدرم به آنجا بروند. آنان پدرم را زیر وحشیانه ترین شکنجه ها به شهادت رساندند و حتی اجازه مراسم خاکسپاری به بستگان ما ندادند و خود اطلاعات شبانه پدرم را در مکانی نامشخص به خاک سپردند. من از تمام آزادیخواهان دنیا و سازمان حقوق بشر تقاضا می کنم که صدای رادا فاتحی، وریا فاتحی و هزاران جوان بیگناه دیگر که در شکنجهگاه ها و بازداشتگاه های جمهوری ننگین اسلامی به سر میبرند باشند. من از مردم آزادیخواه و شریف ایران می خواهم که تا نابودی اهریمن به مبارزات و حق طلبی خود ادامه بدهند و بعد از نابودی اهریمن و بعد از سقوط اهریمن همه با هم جشن آزادی را خواهیم گرفت.